خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد، به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. خوش باشید. سمران این فیلم دلواله دلهنیا لے جاینگی نام کاجلم سمران هستم پشت ریل که میدوه. خب او فیلم دیدی یا ندیدی؟ بله حتما همون فیلم مادر جان دیده و بعد از این نام خودت سمران مانده. حتما دیگه. بله مرا در خانه راج میگن. که همون نشانه ای است یعنی دفعتاً تغییر بده که این تکرار است. برسک ها معمولا از چی ساخته میشوند؟ پلاستیک. پلاستیک ها از کجا به دست میان؟ از کثافات. کثافات معمولا در کجاست؟ دسرک. چرا در سرک است؟ رشخندی میکنی؟ را نام ببرید در سطح دانشگاه یا پانتون میبینید؟ کتابخانه. کتابخانه ها معمولا در کجاست؟ در پانتون. چرا پانتون ها را پانتون میگن؟ مچم. چرا مچم؟ اما تو. چی هم تو؟ این اما تو. این هم تو؟ کم برشان؟ سمران نخیر، تشکر از برنامه زیبایتان. یک پیام خوب بگو به دخترها که دل مندازن. تو خوش باشین همیشه. یعنی فکر کنم یا خوش هستن امیل از مرا میبینن خوش هستن. اما تو خوش باشن. چطور خوش باشن؟ هم تو سربلند با عزت خوش باشن همیشه. یک چیز دیگه هم برشان بگو دل مندازن. بخت نیک تو میگی. و این دخترها چی آرزو دارید آینده؟ داینده؟ بله. آینده افغانستان هستیم کل ما. بله. دیگه به قله‌های بلند برسیم، با عزت باشیم، با وقار باشیم، کل ما با همت باشیم. در سر کو بالاشان یا به قلعه‌های برند هستن. شیما! شیما! شیما اون رقم صدا بکن. یعنی با همت باشن دیگه همیشه. ما کل ما از خانما دخترای کشور نمایندگی میکنیم. دیگه ماشاءالله خودم افتخار میکنیم در افغانستان. او مای گاد! سلامت باشین سمران جان. با افتخار سمران یک کف.